لولره کارکی باش هاته کرن تماشاوان هیجام کارکی گرینگ و دیروکی هاته کرن لولره مزنترین آرشیفا دیجیتال یا هر چهار پارچه کردستان جبو هنر و کلتورا کردستان کلتورا کردی هاته وکرن همو پرتوک دوکومنت و بلگین تایبت هر چهار پارچه کردستان لوی ناونده تینه دیجیتالیزه کرن چه زمان، چه چاند، چه کلتور، چه ادبیات، چه دیروک به زمان انگلیزی، عربی، کردی، ترکی و فارسی ادی دبه دیجیتال برپرسه و ناونده محمد فاتح جه روداوی را گود جه روژ آوای کردستان جی و بر همین جوی بشه کردستان لوی ناونده بین دیجیتالیزه کرن سروک هریما کردستان نیچیوان برزان جی ده وکرنا و ناونده دا آمده بو نزدیکی ساله که کار لسر دیجیتالیزه کرنا دوکومنت و بلگه و پرتوکان تکرن حتی نها 1100 پرتوک دست نویس و کارن هنری لوی ناونده هاتنه دیجیتالیزه کرن مالوا آوا و تماشا کر حتی صبح ساعت 7 بمینند خوشه ده بخاطری